سخن می لرزد از هیبت که تا باشد سزاوارش که گویم داستانی سنگوار و روحی بیدارش. یعنی که وقتی میخوایم یک تصویری جایگاه این وادی را کنیم، سخن جرأت نمی کند، سخن میگه که من قدرتم نمی رسد که این بلندی را تصویر کنم، بنابراین سخن می لرزد از هیبت که تا باشد سزاوارش که گویم داستانی سنگوار و روحی بیدارش. این شعر را در همین بارگاهی حضرت برخی ولی که در سرگهی وادی وخیا همچو پیری معنوی ای سرزمین قرار یافته است میخوانم و این پیام است که از همین درگاه بزرگ به تمام مردم وخیا، به تمام مردم سنگوار، به تمام مردم تاجیکستان، به تمام مردم فارسی زبان جهان از اینجا میرسانیم که این وادی چه وادی زیباست، چه وادی بزرگ است، وادی معرفت، وادی ایمان، وادی سلام و احترام و دانش و معنویت، جایی که تاجیک همانگونه که خداوند آفریده بود، همانگونه پاک، همانگونه زیبا، همانگونه سالم، همانگونه بلند، همانگونه حفظ شده است. دوباره از الف آغاز کردم من الف بارا، دوباره از الف آغاز کردم من الف بارا، ورق گردان نمودم 14 جلدی اوستا را، پی تعبیر کردم ویرد آیاتی مجلا را، روایت های موسی را و تاریخی مسیحا را، که دریابم و بنویسم مقامی ملکی وخیا را. یعنی برای که معنی این سرزمین، برای آن که مفهوم این سرزمین، تاریخ این سرزمین را درک کنیم، چون این سرچشمه ها، چون این پژوهش ها را گذراندیم تا ببینیم که چه معنا و چه بزرگی و چه جایگاه دارد. گه جستم ز مخزن های دیرین خراسانش، گه جستم ز مخزن های دیرین خراسانش، گه از واژه‌نامک های سغد و عهد ساسانش، گه از لابلای دفتری خاورشناسانش، گه زانو زدم در مظهری پیران و خاصانش، که شاید در کشاید مشکلی معنی آسانش. زیرا هزاران روایت، تاریخ، کتاب در تصویر و تاریخ این وادی گفته شده است. شکفتم با شکفتنهای موزون گل خارش، ولی برای درک ماهیت و عظمت این وادی، در کنار اینکه تاریخ و کتاب و پژوهش‌ها را بخوانی، باز در محیط آن، در زیبایی و بلندی و معنویت آن باید غرق شوی. برای هم میگم که شکفتم با شکفتنهای موزون گل خارش، فشردم از محبت پنجه سبزی سفیدارش. یعنی با هر درخت گفتگو کردم، گیاهی معرفت میخورد نخچیری فداکارش، سخن می لرزد از هیبت که تا باشد سزاوارش، که گویم داستانی سنگوار و روحی بیدارش. سخن می لرزد از هیبت، یعنی آیا ما میتونیم سخن سزاواری این وادی گفته باشیم؟ سخن می لرزد از هیبت که تا باشد سزاوارش، که گویم داستانی سنگوار و روحی بیدارش. زمینی حکمت و
تاریخ و اسرار نهان اینجاست، که هر سنگ سر از یک شهید و قهرمان اینجاست، نهادی قله اسماعیل سامانیان اینجاست، سرآغازی طلوعی آفتابی خاوران اینجاست، به اعجازی که پنداری که آغاز جهان اینجاست. یعنی سحر از پشت همین قله ها آفتاب میبراید، به اعجازی که پنداری که آغاز جهان اینجاست. خانه خورشید اینجاست، از همینجا خورشید میبراید به وادی را روشن میکنه. در اینجا از بلوری دست ها فیضی سحر خیزد، در اینجا از بلوری دست ها فیضی سحر خیزد، در اینجا از قیامی لاله ها موجی شرر خیزد، در اینجا با گلی هر بام فرهنگ و هنر خیزد، در اینجا قدقدی رودی روان از خاک زر خیزد، ز هر یک شانه ناموسی وطن خیزد، ظفر خیزد. در اینجا درباره همین بارگاه ها که میگیم که در اینجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون، من جایی که ما قرار داریم چند هزار متر از بحر بالاست، ما بین زمین و آسمان قرار داریم و این بارگاه در همین بلندی در ایوان آسمان، در اینجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون، فرازی سرگهی خنگاب و لازوری زمردگون. من اینجا لازوری که دید پیریخای زیبا، لازور به زبان تاجیکی، فرازی سرگهی خنگاب و فرازی سرگهی خنگاب و لازوری زمردگون، نشیمن کرده مرده از هیاهوی خرد بیرون، که روحش آب را با روشنایی می کند افسون و روحش می شود نارک و روحش می شود راغون. یعنی این برقی که در خانه های ما است، روشنی که در خانه های ما است، نارک، راغون، تمام این سلسله برق تاجیک از آبی که از اینجا آغاز میشد آغاز میگیرد. یعنی نوری راغون، نوری نارک، نور خانه های ما، روشنی خانه های ما از همین آب است که از همین کوه ها، از همین لازورها فرو میرزد و دریاهای بزرگ ما را سیراب میکند. بله وخیا چنین یک انتخاب خاص یزدان است. بله وخیا چنین یک انتخابی خاص یزدان است. بله وخیا چنین یک سرزمینی رادمردان است، که هر برجی بلندش محوری گردونی گردان است، که هر برجی بلندش محوری گردونی گردان است. بهشتی اولی آدم مداری روحی انسان است، که وخیا مادری وخشور و مامی تاجیکستان است. همین دریای بزرگ وخش که یک دریای محوری تاجیکستان است، از همین نکته آغاز میگیرد. بنابراین میگیم که وخیا مادری وخشور و مامی تاجیکستان است. با همین دریاهای شیرگونه تمامی کشور را میپرورد. تشکر.